همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات. در ما استوها نمیدونم یک عرف شده است میبیان با مغازچی ها شرطنامه میبندن. مثلا من میبیام میدارم میگم برادر من حاضر برای شما یک مزاج میبرم یک کلینت میبرم نوابسته کدام مغازه نباشد استوها میگه همه خیمه میکنی با در بلوش پول مانده میدی. اما گویا که گناه هیچ بخبر است و بیچاره رو میبرد. مثلا میگه فلان مغازین انده فلان چیزی زور است فلان گفته میبرد اما اونجا او حسابی کتاب میکنند وای میکنند فلان نرخانه به خاطر این استو آور فلان معامله رو میکنند و بعد رفتن او چی اثر او یعنی دروغ این استو گناهگار میشود پولش حرام است. بله هم مبلغ زیادتیه که برای با فریب و با راه دروغ میگیرد. البته این باور کنید چندین فوز یک دوست دارم مغازه دارد امروز استو اومدن با همین گونه شرطنامه که بیو камера نصب میکند میگه ما خیلی مزاجی رو میبریم تو فلان مبلغ گو فلان وقت برادر یعنی با همین اندازه حق ما رو از اونجا با راه دروغ گفته است با من کار نکنید اما من پول حرام کار نمیکنم. درست که خیلی زیاد هستند که استو میبیان در بالاش میمونند استو هم خوب توجه کنند کدام استوی نباشد برای حلال و کنند با او یک دو سومایی که هست درباره برکت چی گفتنی دارید. همین مردم ساده کرده و ترساندن چون میگه امری معروف کرده ایم و نهی از منکر گویم که اگر همون برکت چگونه میپره در مردم. وقتی که انسان اگر از روی حلال کسب داشته باشد البته گفتیم که در رزق روزی و در زندگی او برکت میشه نباشد بی برکتی چی است؟ یعنی نه از خانواده خود برکت میاد نه از همسر خود نه از زندگی خود نه از فرزندان خود همه وقت در شکست است و در سرگردانی است و در سرسانی است. چون که وقتی که مول یک نفر رو برای خوشی به دست نمیارد خود او هم دعا میکند یعنی او هم خجالت میشه از دعای مظلوم خداوند به درگاهش قبول میکند. وقتی که با یک راه فریب و با یک راه ظلم مال کسی رو به دست میارد البته به زیان و ضرر او میشود که برکت خاندان او گرفته میشه. تشکر زیاد که وقتی خود رو دریغ نداشتید. منتدار هستیم. گمان میکنم که از این صحبت ها مردم به خود چیزی بگرفتن. خیلی سخن زیاد داشتیم اما وقت کوشش میکنیم که کوتاه برای مردم انشالله در برنامه های آینده بود کاملتر و پرتر میشه. حتما منتدار هستیم. خدا نگهبانتون تا برنامه های دیگر. بحر دل های حلیم بسم رحمان رحیم از خداوند کریم رمضان آمده است فصل گل به نیاز دل ایمان بنواز به طهارت به نماز رمضان آمده است رمضان آمده است همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات.